سال 92 لحظاتی تلخ و شیرین داشت. مروری کوتاه بر روزهایی که در یک سال گذشته پشت سر گذاشتیم. تلخ و شیرین رو که کشف میگه، ناکس. شیرینیش کجا بود؟ منو فرستادن اینجا که سال 92 نظامو یه نگاه دزدکی بهش بندازم. همش هم تلخ بود. خلاصه کل داستانم پاتیل زهر عظما بود. حالا یه روز بگو نرمش، یه روز بگو ورزش، یه روز بگو مذاکره، یه روز نمیدونم تلفن، یه روز از این حرفا. این آخر سالم دوباره از همین نشستا با هم دیگه داشتم. بفهمید که اهداف برگزاری این دور از نشست چی بود؟ اهدافو که هدف عوض نمی‌کنن که. گفتم که نکته پاتیل زهره که باید عظما بخوره تا تهش هم باید بخوره. آیا در این دور از مذاکرات فقط محدود به همین نکته بود که شما اشاره کردید؟ این همچی فقط هم نیستا. فکر کنم تو جام زهر رو نمیفهمی یعنی چی. فهمیدی یا نه؟ امام با یه جام زهر کله پا شد، یه سال نشد مرد. بعد این جسم ناقص بدبخت دیگه ببین چه کار باید بکنه این وسط. شما اشاره کردید به بعضی از مواردی که توی قرار نبوده اصلا مطرح بشه. تو هم کم مشنگ نیستی. خودت تو سوال پتره میریزی رو آب، بعد که من جمع و جورش میکنم میگی قرار نبود مطرح بشه. بیمزه. الان داخل بیت عظما بحثایی هست که اگه به گوش تو و هر بسیجی برسه میرین تو کما. علت اصلی ترس عظما که خب همونایی که اصلا نمیتونم به زبون بیارم. بحث دوم بحث هسته‌ایه که هم هست هم روز به روز بدتر میشه. بحث سوم و بعدی بحث حقوق بشره که سر رو یقه رو گرفتن. بحث چهارم هم بحث منطقه و عراق و سوریه و اینا هم هست. شد 4 تا. حالا بد نیست که شما اشاره هم به موضوعات واقعی که تو اونجا مطرح شده به خصوص 4 محور اشاره بفرمایید. تو یکی رو اداره برقم دیگه نمیتونه روشن کنه. من چی میگم تو چی میپرسی؟ سربسته میگم. به مقام عظما گفتن که چشم‌انداز تیره و تاره، مذاکره کنیم که برای آیندهمون خوب بشه. ایشون هم خر شد رفت پای قضیه. به اسم اینکه آیندهشو خوب کنن حالشو زدن گرفتن. مذاکره وقتی از موضع خاک بر سری باشه مثل دعوا کردن با آدم 3 برابر هیکل خودته. یا از اولش میفهمی که حق با اونه، یا وقتی هیکلش دیدی میفهمی که حق با اونه، یا سومی شکلش همینه که انقدر میزنتت تا بفهمی که حق با اونه. اولش که رفتیم تو مذاکره تا اینجاهاش رو نخونده بودیم، الان فهمیدیم. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن به بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که اگه عقل امروز داشتی کارهای دیروزت نمیکردی، ولی اگه کارهای دیروزت نمیکردی عقل امروز رو نداشتی. الان اگه تازه از گردنه مذاکره با دنده عقب شب با بار بیرگرد تو گردنه های هراس رد بکنی و دستی رو بکشی، تازه تصفیه‌جات داخل نظام شروع میشه. صحنه رو که اگه نگاه بکنی همچین رو به آینده زیاد تر تمیز نیست. پیش بینی شما چی است؟ تفلی مقام عظما خیلی تو کش مکشه، از همه طرف دارن میکشنش. آقا هر چیزی رو به قدر بضاعتش باید کشید. کش قیتونی رو که زیاد بکشی در میره میخوره به چش و چالت. تازه اون کش قیتونی قابل مقایسه نیست با مقام عظما، کلی انعطاف داره. بدبخت مقام عظما رو چه به این حرفا. از شما بینندگان عزیز سپاسگزاریم. خداوند نگهدار همیشه. قبل از این که بری یه چیزی میگم به دل نگیری ها، ولی کلا مجری بی‌خاصیتی بودی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که بعضیا مثل سوراخ اول کمربند میمونن، همیشه هستن ولی هیچ وقت به درد نمیخورن.